دودی غلیظ خمدان‌هایی که سالها با زندگی مردم این محل را تلخ و روزشان را سیاه کرده است. عین زمان زندگی گروهی دیگری را تامین می‌کند. راههای نفس این زن از تأثیر دودی غلیظ که تا به خانه‌اش می‌رسد آسیب دیدند، ولی میگوید اندیشه همدیهگانش را می‌کند که از حسابی آهک‌پزی زندگی دارند. که خودم زوب دارم میشه برای که چند روزه ایسا خوب باریش خودم پس یعنی همه دلیچین دکترم بازار بیا همه دورو چی میگردیم. ساکنان جماعت قزلقلعه ناحیه خراسان سالهاست از دود تنورهای آهک‌پزی رنج میکشند، ولی میگویند چون کار دیگر که نیست ناچار هوای آلوده اینجا را تحمل میکنند. خیلی مردکمون مثال علو میزنن چی یگون سمیتیانشون زندگی رو پیش میبره. زندگی ایروی همیه، زندگی خلق همیجه همیه. ساکنان بارها از مقامات خواستند تنورها را از اینجا بکوچانند، ولی سالهاست که صدایشان به گوشی کسی نرسیده است. تا ممکن جا بتیانشون همه با خوش خودشون میخزانه که نه که پروسه تا این کیش وقت نمیخزو خیر کنه. همه از جا بتیانشون لبوج ممکن همه بروان. دودی تنوری آهک‌پزی و یا خمدان‌های خودساخت از زمان شوروی در دهه خمدانی ناحیه خراسان به هوا می‌پیچد. آن زمان در اطراف خانه کمتر بود، ولی وضع امروز دیگر است. خانه‌ها به تنورها نزدیکتر آمدند و می‌آیند. دو شرکت محلی که 10 خمدان دارند آهک می‌پزند و سوزشواریشان مازوت و رزین است که هوا را بسیار آلوده و زهرآگین می‌کنند. مقامات 2 بار آنها را برای آلوده کردن هوا جریمه بستند. بود هوا را ویران کردن درست استفاده بودن مواد سوزشواری نسبت 8 نفر با 2160 سومانی جریمه بندی کرده شده. بالون استفاده برآمده علو میکنن بعد مازوت آوردن تول میارن ممکن نیست نادرست است. معلوم نیست خمدان‌ها کی به جای دیگر کوچ داده می‌شوند و ساکنان اطراف هم میگویند نمی‌دانند دود سیاه کی تمام می‌شود و روزهای سیاه آنها هم به پایان می‌رسد.